توی اپیزود قبل از حکومت‌های بین‌النهرینی و ایلام و مادی‌ها حرف زدیم و رسیدیم به هخامنشیان. توی این اپیزود به اینکه چطور قدرت گرفتن و چند تا شاه داشتن و شاهاشون چیکار کردن میپردازیم. از حدود سال 730 قبل از میلاد خاندان هخامنش توی سرزمین‌های انشان و ایلام شاه بودند و توی منطقه پارس که وسط ایران بود یه جورایی زیر نظر پادشاه‌های ماد حکومت می‌کردند. پارسی‌ها از دعوای بین مادی‌ها و آشوری‌ها استفاده کردند و تونستن حکومت انشان رو بگیرن. ولی همچنان زیر دست مادها حساب می‌شدن. هخامنش جد بزرگ این خاندان بود که اسم این سلسله هم از اون گرفته شده بود. بعد از اون چیشپیش، کوروش یکم و کمبوجی روی کار اومدن و سرزمین پارس رو اداره کردن. اما نکته مهم تاریخ وقتی بودش که کوروش دوم یا همون کوروش کبیر به قدرت رسید و امپراتوری هخامنشی رو پایه‌گذاری کرد. زمان کوروش دوم آستیاگ پادشاه مادها بود. ظلم و ستم اون باعث شده بود مردم حسابی ناراضی باشن. کوروش علیه آستیاگ قیام کرد و جالبه بدونید حتی سربازای ماد هم به کوروش پیوستن. خیلی راحت آستیاگ شکست خورد و اینطوری حکومت مادها تموم شد. کوروش برای مادها غاصب نبود، بیشتر شبیه یک ناجی و پیام‌آور صلح بود. اون که توی انشان حکومت میکرد به عنوان فاتح و امپراتور و اولین شاهی که لقب کبیر گرفت روی تخت نشست. دنیا همون موقع بیشتر از هر چیزی به اتحاد و صلح نیاز داشت و کوروش بهترین آدم برای این کار بود. قبل از اینکه هخامنشی‌ها بیان اوضاع شهر خیلی آشفته بود. آشور سقوط کرده بود، بابل درگیر مشکلات داخلی بود و ایلام از صحنه تاریخ حذف شده بود. یهودی آواره و تو اسارت بابلیا بودن. فرعون مصر هم قدرتش فقط محدود به اطراف نیل شده بود. در کل هیچ حکومت یکپارچه و قدرتمندی وجود نداشت. دنیا تشنه یک قدرت تازه بود که با یه روش جدید ظلم و غارت رو تموم کنه. کوروش کبیر اومد و این نیاز رو برطرف کرد. وقتی کوروش پادشاه ماد رو سرنگون کرد، پارسی‌ها رو با مادها متحد کرد و با این حرکت اولین حکومت مرکزی ایران باستان رو پایه‌گذاری کرد. دشمنای اصلی کوروش لیدی، مصر و بابل بودن. اون تونست لیدی و بابل رو تصرف کنه. وقتی وارد بابل شد، برخلاف رسم اون زمان خدای مردم بابل رو محترم شمرد. کسی رو نکشت و اموال مردم رو غارت نکرد. حتی یهودیایی که توی اسارت بودن آزاد کرد تا راحت با آیین خودشون ادامه بدن. این حرکتش توی تاریخ اون موقع بی سابقه بود. ولی مشکل بزرگ دیگه ای هم داشت. قوم‌های بی‌تمدنی مثل سکاها. اینا نه فقط برای ایران بلکه برای همه ملت‌ها خطرناک بودن. کوروش سالها با اینا جنگید. در نهایت تو سال 529 قبل از میلاد تو یکی از همین جنگ‌ها کشته شد. بعد از کوروش پسرش کمبوجی دوم شاه شد. اون وقتی پدرش زنده بود عنوان شاه بابل رو داشت. کمبوجی تونست مصر رو بگیره و حتی لقب فرعون رو هم گرفت. چون به دین و سنت مصری‌ها هم احترام گذاشت، اونا هم راحت پذیرفتنش. اما یه بخش تاریک توی تاریخ اون هست، قتل برادرش بردیا. برای اینکه رقیبی توی قدرت نداشته باشه، اون رو هم کشت. کمبوجی بیشتر به فکر کشورگشایی بود. بعد از فتح مصر خواست شمال آفریقا رو هم بگیره، ولی با مشکلاتی مثل کمبود غذا برای سپاه روبرو شد. وقتی خبر شورش‌های توی ایران بهش رسید، کمبوجی تصمیم گرفت برگرده. اما توی راه برگشت تو سال 522 قبل از میلاد مرد. بعد از کمبوجیه از خاندان سلطنتی مردی شریف و اصیل به اسم داریوش که داماد کوروش هم بود قیام کرد. اون تونست شورش‌ها رو سرکوب کنه و جالبه بدونید که توی یک سال 19 تا شورش رو جمع کرد. داریوش مثل کوروش به ادیان و فرهنگ‌های مختلف احترام می‌ذاشت. ولی در کنار اون اصلاحات زیادی هم کرد. نظام مالیاتی رو درست کرد، کشور رو به ساتراپی تقسیم کرد، سپاه جاویدان رو تشکیل داد، راه شاهی ساخت و دستور ساخت تخت جمشید رو هم داد. اون حتی کانالی ساخت که دریای سرخ رو به رود نیل وصل کنه. تو زمان داریوش حدود 29 ملت هر سال به تخت جمشید می اومدن تا به شاهنشاهی ادای احترام بکنن. داریوش بعد از یه دوره بیماری درگذشت و آرامگاهش هم توی نقش رستم فارسه.
خشایارشا توی 34 سالگی شاه شد. اون امپراتوری بزرگی رو از پدرش تحویل گرفت که تقریبا نصف جمعیت دنیا تو اون زندگی میکردن. اما خشایارشا مثل پدرش نبود. بیشتر وقتش رو توی حرمسرا گذرونده بود و تحت تاثیر اطرافیانش بود. اون وارث جنگ‌های ایران و یونان شد. اول شورش مصر رو سرکوب کرد و توی بابل هم شورش‌ها رو خوابوند. بعد برای تلافی شکست پدرش به یونان حمله کرد و حتی آتن را آتش زد. ولی توی نبرد دریایی برخلاف هشدار آرتیمس فرمانده ایرانی وارد جنگ شد و شکست سختی خورد. در نهایت هم توسط فرمانده گارد جاویدانش به اسم اردوان شبانه توی خوابگاهش کشته شد. اردشیر اول بعد از کشته شدن پدرش به عنوان نخستین جانشین قانونی پادشاهی با وجود برادر بزرگترش که ساتراپ بلخ بود به کمک همین اردوان فرمانده گارد جاویدان شد و روی تخت پادشاهی نشست. اردوان به طور موقت اون رو روی تخت نشوند و خودش قصد داشت که تو زمان مناسب اون رو از میان برداره. اردشیر از این توطئه آگاه شد و پیش از عملی شدنش اردوان و پسراش رو کشت و خودش رو پادشاه خواند و حدود 8 سال هم پادشاهی کرد. خشایارشاه دوم هفتمین شاه هخامنشی بود. اون فقط 45 روز حکومت کرد و توسط برادر ناتنیش کشته شد. بعد از کشته شدن خشایارشاه دوم برادرش برای مدت کوتاهی پادشاه شد، ولی خیلی زود داریوش دوم علیه اون شورش کرد و خودش شاه شد. داریوش دوم هم حدود 19 سال سلطنت کرد. اتفاق مهم این دوره شورش مصر بود. مصری‌ها با وجود اختلافات داخلی تونستن از زیر سلطه ایران خارج بشن. این استقلالشون تا نزدیک 60 سال ادامه داشت تا دوباره تو زمان اردشیر سوم به ایران برگردونده شدن. اردشیر دوم طولانی ترین دوران حکومت رو بعد از داریوش کبیر داشت. حکومتش با ضعف تدریجی هخامنشی‌ها همراه بود، ولی با سیاست دیپلماتیکش تونست موقتاً اقتدار ایران رو در برابر یونان و مصر حفظ کنه. اردشیر دوم تو سال 358 قبل از میلاد مرد و پسرش اردشیر سوم جانشینش شد. اردشیر سوم وقتی شاه شد خیلی از برادرها و نزدیکانش رو کشت تا رقیبی نداشته باشه. شخصیتی سختگیر، بیرحم و مقتدر داشت. اولش خواست مصر رو پس بگیره ولی موفق نشد. تو سال 343 قبل از میلاد دوباره با یه لشکر بزرگ به مصر حمله کرد و اون رو به امپراتوری ایران برگردوند. این آخرین بار بود که مصر تحت سلطه هخامنشیان بود. تو سال 338 به دست خواجه سرای دربارش مسموم شد. بعد از اون پسرش اردشیر چهارم به سلطنت رسید. بعد از مرگ اردشیر سوم پسرش اردشیر چهارم شاه شد. اون خیلی جوون و بی تجربه بود و در عمل قدرت اصلی دست همون خواجه سرای دربار بود. وقتی اردشیر چهارم خواست مستقل‌تر از اون عمل بکنه، خواجه سرای دربار اون را هم مسموم کرد. بعد از مرگش سلطنت رسید به داریوش سوم. اون خواجه سرای دربار بعد از قتل اردشیر چهارم داریوش سوم رو روی تخت نشوند. ولی داریوش خیلی زود اون رو کشت و خودش کنترل اوضاع رو به دست گرفت. همون موقع فیلیپ شاه مقدونیه کشته شد و پسرش اسکندر جانشینش شد. اسکندر مثل پدرش دنبال فتح آسیا بود. داریوش سوم اول اغتشاش مصر رو مدیریت کرد. بعد آتنی‌ها ازش خواستن بهشون کمک کنه تا جلوی اسکندر وایستن. ولی داریوش بی‌تفاوتی نشون داد. همین باعث شد اسکندر راحت کل یونان رو فتح کنه. سال 334 قبل از میلاد اسکندر با 40,000 سرباز از داردانل که یه تنگه توی ترکیه بود عبور کرد. داریوش مجبور شد مستقیم باهاش بجنگه. توی نبردهای مختلفی که داشتن اسکندر پیروز شد. بعدش هم توی جنگ‌های دیگه ارتش ایران شکست خورد. این شکست‌ها راه رو برای اسکندر باز کرد تا به قلب ایران بزنه. داریوش وقتی داشت از ری به سمت شرق میرفت توسط یکی از همراهاش زخمی شد و بعدش هم کشته شد. با مرگ اون تاریخ هخامنشی‌ها و امپراتوریشون تموم شد. هخامنشی‌ها یکی از کامل‌ترین امپراتوری‌های منظم شرق رو ساخته بودند. سیستم قضایی، شبکه جاده‌ای، خدمات پستی، ضرب سکه، ساخت پادگان، نظارت دقیق به فرماندارها و استفاده حساب شده از بودجه. همه از نوآوری‌های اونا بود.
بعد از هخامنشی‌ها اسکندر و بعد سلسله سلوکی‌ها اومدن و اینجاست که سلسله هخامنشیان تموم میشه. توی اپیزود بعد به سلسله سلوکیان به صورت کامل میپردازیم. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.